عقلی که برادرای عزیز خدا به ما تو داده است که ما با عقل خدا را میشناسیم. همین عقل هست که برادرای عزیز ما اطاعتی از خدا میکنیم. همین عقل هست که ما حرام از حلال جدا میکنیم. انا همین را میگه وقتی که تو در خودت غضب راه دادی، تو این عقل از خودت بردی. یعنی جای غضب جای عقل میگیره. ولی در سوره ملک، سوره تبارک بگیم آیت 10 را اگر نگاه کنین، خداوند چی میگه؟ میگه حالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. خداوند ابی میگه همه آدمایی که جهنم میبرن دوزخ تا میپرتاینشون، نابسته و منصب دارای او پول دارای او مثال به سر سیکه بود چیزی بود، میگه که وقتی در دوزخ میپرتاینشون هوا چی میگن؟ میگه اگر در دنیا ما گوش میکردیم یک، دویم عقل میداشتیم، امروز جهنم نمیرفتیم، دوزخ نمیرفتیم. یعنی یکی از سببهای آمدن من عذاب خدا را چشیدن این است که ما عقل نداشتیم. انا همون عقلی که برادر عزیز اینقدر دیده که در سر غضب شما دادن به عقل نیست. اگر در حالت غضب نباشه ممکن ترا تعریف کنن سیو بچه دورنده شای بیاد بچه خوبه سیو بچه با عقل بچه با کلای. لیکن وقتی غضب در خودت راه میتی ایتو دا آدمی به عقل، ایتو دا مقصد آدمی بگیم خیلی وقت بدسریش بدخوی بدفعل اصلا دیگر نیست. برای که غضب عقل گرفت، کنترل ترا غضب در دست گرفته است. ما پیامبر حدیث داریم لیس الشدید بسرعه انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. پیامبر میگه اگر چه یک آدم 20 مدال داره، همین خیل مدال تمامی چمپیونات را همه را مقصد خود کردگی است، از تمام میجا آبروش بلندترین، میگه این میگه پهلوانی نمیگن. ببینین اگر چی صاحب 10 مدال طلا هم که باشد میگه لیس شدید و بسرعه، ما او را پهلوان گفتن نمیتونیم. پهلوان کی را میگیم؟ الذی یملک نفسه و عند الغضب، آدمی که وقتی حالت غضب است غضب آلود نمیشود. ببین والکاظمین الغیظ، غضب خشمش فرو میبره میخره نابودش میکنه، غضبناک نمیشه. پیامبر گفت این آدم پهلوانه، این آدم او بدین است. کسی آخرتش نگاه کنه او دینداره، کسی آخرجش شکمش فکر کنه او دین نداره. مالت برادری عزیز باید در راه درست صرف شود. سیوم حضرت رجل یتقی الله، سیوم بنده نیک خدا کسی است که از الله میترسه. اگر برادرای عزیز همین ماها از خدا بترسیم، به نام خدا بگفت همین مردم روز از ما در پریدشنی آدم در روی عالم دیگه وجود نداره. اگر در قلب شما ترس خدا باشد، همون ترس خدا که شما را نمیگذاره زنا کنید. بسیاری همه مردم هم میبینی وزی در همون تاجیکستان هم میایم بیچاره ایرسیه همه کسل های نمی ای زنا شیدگی ای بای شرمنده ای تو در پیش خدا پیغمبر. از این کاری زیش برادر از اینجا بیمار میره با زنی با همون حلالی خودش وی هم بیمار خودش هم بیمار در تمام رسانه ها اعلانش میکنن دیگه از شرمندگی میشه. وقتی خدای مهربان شما را از این من کرده است، از عرق نوشی من کرده است، شما این کارا را نکنین آخه. وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدای مرگ در گوشم، منم آواره دنیا. با قید مرگ من حیران شدم، بیچاره دنیا. همه شاهان گدا دیدم، بنوبت می روند گریان. ببین افسوس و ویلا، جگر صد پاره دنیا. نبزر گردی خلاص از چنگ عزراییل. ببین افسوس و ویلا، جگر صد پاره دنیا. به درویشی قناعت کن که سلطان خطر دارد. به درویشی قناعت کن که سلطان خطر دارد. نماز صبح جماعت کن که تو قرآن را قرائت کن که از هر چیز خبر دارد. زیاد یاد قیامت کن که در اعمال اثر دارد. زیاد یاد قیامت کن که در اعمال اثر دارد. زیبو بکرها حکایت کن که از او اسلام ثمر دارد. عمرها را روایت کن و صد رستم جگر دارد. حیا را زود مهارت کن که از عثمان خبر دارد. علی خیبر قیامت کن اسدالله نظر دارد. اگر خواهی جنایت کن ولی ربت خبر دارد. اگر خواهی جنایت کن ولی ربت خبر دارد. به استغفار تو عادت کن که هر توبه به خیر دارد. اگر خواهی خیانت کن ولی دنیا گذر دارد. اگر خواهی خیانت کن ولی دنیا گذر دارد. بیا یک بار عبادت کن خدا بر ما نظر دارد. بیا یک بار عبادت کن خدا بر ما نظر دارد. الهی پناهی بی پناهان یا رب، امیدی ناامیدان یا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آیات‌های تلاوت شدن، نصیحت‌های گفته شدن، محبت اخلاصی همه ما را به سوی دین زیاد. الله مهربان گذشتگان را رحمت و مغفرت، برادر ما حکم دین از جمیع آفت و بلا نگهدار. اهل جمعیت ما را هم خدای مهربان تمنیات و مقصودهاشون حاصل. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم